سرخط خبرها: شورای امنیت سازمان ملل مأموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های طالبان را تمدید کرد. امیرخان متقی با سفیر تاجیکستان درباره روابط دوجانبه دیدار و گفتگو کردند. آمریکا به پناهجویان افغان در قطر برای بازگشت به افغانستان پول پیشنهاد کرده است. ترکیه میگوید ایران و آمریکا آماده مصالحه در مذاکرات هستند. وزیر خارجه ایران: هیچ معترض اعدام نشده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سرنوشت 400 کیلوگرم اورانیوم ایران ابراز نگرانی کرد. به نام یاد خدا، خوش آمدین به این بخش خبری از فری نیوز. برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با ما همراه باشید. شورای امنیت سازمان ملل مأموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های طالبان را برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان روز پنجشنبه 23 دلو برگزار شد و تحریم بر نهادهای مرتبط به طالبان نیز تمدید شده است. معافیت شماری از سران طالبان از ممنوعیت سفر نیز تمدید نشده است. تحریم‌های افغانستان 1988 شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحات علیه افراد، گروه‌ها، نهادها و موجودیت‌هایی است که با طالبان ارتباط دارند. معیارهای فهرست‌گذاری این تحریم‌ها شامل مشارکت در اعمال، تأمین سلاح، جذب نیرو یا هر گونه حمایت از فعالیت‌های افراد و گروه‌های مرتبط با طالبان است که تهدیدی برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان به شمار می‌رود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سعیدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل درباره روابط دوجانبه دیدار و گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه 23 دلو با نشر خبرنامه گفته است که در این دیدار دو طرف درباره توسعه روابط دیپلماتیک، رفت و آمد هیئت‌ها و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه، امیرخان متقی گفته است که افغانستان و تاجیکستان به عنوان دو کشور همسایه و برادر با مشترکات فرهنگی و زبانی گسترده می‌تواند از فرصت‌های موجود برای گسترش مناسبات در همه سطوح استفاده کند. او گفته است که هیچ کس نمی‌تواند به روابط دوستانه و فضای اعتماد میان دو طرف آسیب برساند و طالبان تعهد قوی در زمینه گسترش همکاری‌ها با تاجیکستان دارد. سفیر تاجیکستان نیز درباره آخرین تحولات در خصوص توافقات قبلی میان کابل و دوشنبه و وزیر خارجه طالبان معلومات داده و برنامه‌های اقتصادی در مرز مشترک را مطرح کرده است. در خبرنامه آمده که دو طرف در مورد برگزاری کمیته مشترک اقتصادی، تقویت همکاری‌های مرزی و امنیتی و برنامه‌های وزارت امور خارجه دو طرف در سال آینده تبادل نظر کردند. مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به قانونگذاران گفت که ایالات متحده برای بازگشت پناهجویان افغان مستقر در اردوگاه قطر به افغانستان پول پیشنهاد کرده است. در اردوگاه سلیه در قطر بیش از 1100 پناهجوی افغان اقامت دارند. آمریکا تصمیم دارد تا پایان ماه مارس این اردوگاه را تخلیه کند. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشت طرح پیشنهاد پول به پناهجویان روز چهارشنبه 22 دلو در نشست با قانونگذاران مطرح شده است. پل کاپور، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که حدود 150 پناهجوی افغان قبلا پیشنهاد پرداخت پول را پذیرفتند، اما او نمی‌داند پس از بازگشت چی بر سر آنها آمده است. پل کاپور افزود: ما افغانها را به طور اجباری به افغانستان باز نمیگردانیم. برخی به خواست خود رفتن، ما کسی را مجبور نمی‌کنیم. این مقام وزارت خارجه آمریکا درباره مقدار و سازوکار پرداخت پول جزئیاتی ارائه نکرده است. روند اسکان مجدد پناهجویان افغان در اردوگاه قطر حدود 1 سال پیش در پی دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متوقف شد. پس از این دستور پناهجویان افغان در قطر با 20 سرنوشتی مواجه شدند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که معتقد است هم ایران و هم ایالات متحده آماده مصالحه در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران هستند. آقای فیدان در مصاحبه با نشریه فینانشال تایمز گفت که واشنگتن اکنون به این درک رسیده که رهبران ایران محدودیت‌هایی دارند که فراتر رفتن از آنها بیهوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که ترجیح او مذاکره با ایران است و نه اقدام نظامی. رهبران کشورهای عربی نیز در گفتگو با دونالد ترامپ بر لزوم اجتناب از اقدام نظامی صحبت کردند. وزیر خارجه ایران میگوید که پس از اعتراضات اخیر هیچ اعدام در ایران انجام نشده، هیچ روند دادگاهی به سرانجام نرسیده و بیش از 2000 زندانی عفو شده‌اند. عباس عراقچی به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم واکنش نشان داده که نوشته است ایران علیرغم قول به دونالد ترامپ مخفیانه هزاران نفر را اعدام کرده است. آقای عراقچی در شبکه اجتماعی اکس نوشت هر وقت رسانه مریام ادلسون روایت جنجالی را پیش می برد باید پرسید این روایت در خدمت کیست؟ آقای عراقچی گفت حتی رئیس جمهور آمریکا هم اذعان کرد که وفاداری او خانم ادلسون به کیست؟ خانم ادلسون میلیاردر آمریکایی و مالک مجمع رسانه‌ای اسرائیل هیوم است. این روزنامه پیشتر در گزارش به نقل از منابع دیپلماتیک که یکی از آنها در منطقه است نوشته بود که ایران برای جلوگیری از حمله آمریکا و مذاکره در عمان 2 بار ایالات متحده را فریب داده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت این نهاد به شدت باور دارد که 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% جمهوری اسلامی همچنان در تأسیسات قرار دارد که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله قرار گرفت. او هشدار داد این میزان اورانیوم برای چند بمب هسته‌ای کافی است. گروسی گفت این موضوع از نظر گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگران کننده است، حتی اگر پنهان یا زیر آوار مدفون شده باشد. مدیر کل آژانس همچنین به یک تأسیسات زیرزمینی جدید در اصفهان اشاره کرد و گفت درست پیش از جنگ ایران یک تأسیسات زیرزمینی جدید در اصفهان اعلام کرد و ما بلافاصله درخواست دسترسی دادیم. دسترسی داده شد و قرار بود 23 خرداد از آن بازدید کنیم. او افزوده همون روز اسرائیل بمباران ایران را آغاز کرد و از آن زمان بازرسان آژانس نتوانستند از آن سایت بازدید کنند. به گفته او آژانس درباره هدف، اندازه یا سطح پیشرفت این تأسیسات اطلاعات ندارد. رافائل گروسی گفت اون مکان وجود دارد اما ممکن است فقط یک سالن خالی باشد یا ممکن است آماده سازی های برای نتریفیوژ ها در اون انجام شده باشد. حتی نمیدانیم تجهیزاتی در داخل اون هست یا نه. نباید گمان زنی کنیم. برای آگاه شدن از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ما همراه باشید.